با درود به همه دوستان، به کانال ما خوش اومدید. ما در این ویدیو قصد داریم روابط ارباب و بردگی رو به شما معرفی و در درمان آن به شما کمک کنیم. ممنون میشم برای حمایت از ما حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت ازمون حمایت کنید. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت ببرید. بردگی جنسی یا همان BDSM یک نوع اختلال جنسی تلقی میشه که هسته اصلی آن خدمت کردن و فرمانبرداری است. افرادی که برده جنسی میشن میتوان از هر جنس و در آن طرفین به شکل آگاهانه و با رضایت خود وارد یک رابطه ارباب و بردگی بشند. علت اینکه فردی این گونه گرایشات را دارد هنوز به طور کامل مشخص نیست، ولی احتمالاً عوامل ارثی و تربیتی در به وجود آمدن آن نقش بسیاری دارند. افرادی که برده جنسی میشن ممکن است از هر جنس و با هر جهتگیری جنسی باشند. عنوان برده از این جهت به فرد اطلاق می شود که وی مالکیت بدن خودش را همانند یک کالا یا ابزار به فرد دیگری که ارباب نامیده می شود منتقل می کند. BDSM با تجاوز بسیار متفاوت است و در روابط بردگی جنسی قانون سلطه پذیری و سلطه‌گری و سادیسم و مازوخیسم وجود دارد. روابط برده و ارباب لزوما شامل رابطه جنسی نیست. معمولا فرد ارباب تحریکات جسمی و حسی شدیدی را بر برده اعمال می کند. این مورد می تواند هم در نواحی جنسی و هم مربوط به سایر نقاط بدن باشد. در این رابطه فردی وجود دارد که از دستور شنیدن و درد کشیدن و سلطه پذیر بودن لذت می برد و برای فرد مقابل نیز دستور دادن و آزار رساندن و فحش دادن و تحقیر کردن لذت بخش است. علت اینکه چرا یک فرد به لحاظ جنسی آزارخواه می شود هنوز برای محققین روشن نیست، ولی ترکیبی از عوامل مختلف ارثی و تربیتی دست به دست هم می دهند تا فرد درگیر یک رابطه جنسی مازوخیست می شود. در واقع تجربه های خشن کودکی، خشم و نفرت سرکوب شده و سایر موارد مشابه ممکن است باعث شود فرد از اینکه تحت سلطه قرار بگیرد لذت ببرد و خواهان درد و آسیب باشد. اگر فردی که برده جنسی است و خودش از این وضعیت لذت میبره، مسلماً خواهان درمان نخواهد بود. درمان اصولاً به افرادی ارائه می شود که خود پذیرای آن باشند و از شرایطی که دارند دچار رنج و پریشانی شوند و این حس زندگی روزمره آنها را دچار مشکل کنند. اصولاً برای درمان مازوخیسم و بردگی جنسی، مشاوره جنسی و روان درمانی و تجویز موقتی داروهای مخصوص می تواند کمک کننده بسیار مفیدی باشد. به گفته پزشکان این زمینه، خیلی‌ها ترس از به زبان آوردن این حس برای مشاوران را دارند، ولی هرچه زودتر و سن پایین‌تر به روانشناس مراجعه کنند، بهتر جواب می‌گیرند و درمان آسانتری خواهند داشت. در فرایند درمان نیاز به بررسی گذشته فرد، استفاده از مداخلات رفتاری برای کاهش این نوع رفتار و جایگزین کردن رفتارهای مناسب دیگر میباشد. علاوه بر این در فرایند درمانی بر روی عزت نفس فرد، شناخت‌ها و خودپنداریش کار می‌شود. متاسفانه افراد مازوخیست زمانی برای درمان اقدام می‌کنند که دچار برخی از اختلالات خلقی مثل افسردگی و اختلالات اضطرابی شدند که صدمه جدی در آینده شخص می‌زند. این حس در بسیاری از زنان و مردان دنیا وجود داره که اصلا عجیب و غیرعادی نیست و میتوان در کنار زندگی عادی و زناشویی گاهی برای لذت و تنوع این گونه روابط را به صورت درست و کنترل شده انجام داد. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو ما رو همراهی کردید. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. حتما یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا درودی دیگر، بدرود.